در این ویدیو میخوام که تمامی مراکز شهرستان‌های ایران و همچنین یک محله در هر یک از این شهرها رو نام ببرم. تبریز، محله کوی باغچبان، ارومیه، محله شاهرخ‌آباد، اردبیل، محله آقا کاظم، زنجان، محله اعتمادیه، سنندج، محله تکیه چمن، کرمانشاه، محله دیزیل‌آباد، ایلام، محله چالیمار، خرم‌آباد، محله گیلوران بالا، شهر کرد، محله قطب صنعت، یاسوج، محله معصوم آباد بالا، اهواز، محله کوی شایسته، بوشهر، محله 400 دستگاه، بندر عباس، محله 600 دستگاه، زاهدان، محله کوی اساتید، کرمان، محله سراسیاب فرسنگی، یزد، محله آلیاژ فولادی، اصفهان، محله ارغوانیه، شیراز، محله میانرود، عراق، محله شیخ تبرسی، قم، محله پردیسان، رشت، محله فجر آزادگان، ساری، محله گلفشان، گرگان، محله میناگل، سمنان، محله شهرک روزبه، بجنورد، محله کوی کمیته، بیجند، محله معصومیه، همدان، محله مزدقینه، قزوین، محله هفتسنگان، تهران، محله احتشامیه، مشهد، محله پنجتن آل عبا، کرج، محله شهرک جهاننما، کاشان، استان افتخاری کاشان، محله باغ مهتابی،